آخرش میشه این مولا. حالا گوش کن تا بگم بقیه این حکایت. علی که دلوپمو کشی گفت چطوری تو پلی ولایت. من یه چپاق چاق کردم شک کردن بردنم اسکن کردن. شانس ما تو سیتی اسکن برعکسم کردن و نگاه که به عکسم کردن. وای یه بشکه یه نفت دیدن و امام سرم کردن و الانم که نمایندم. حالا یعنی شیخی حاجی؟ آره کاری داشتی باجی؟ امام که چپ کردن بگو چرا به نظام گند زدن. این حرف بوی فته نمیده. برو تو هم کرگدن. اینو خودم حد زدم ولی فقی گند زدن. شما بگین وای ببین چی میگه این. آخ که مقام عظما رو لهش و لبرده کردن. هیکل ناقصش رو باز بیمه روی پرده کردن. دست رو دلم نزار که این بیش واسه قانون نداره. چه تو آخه گازی بگیره شیخی که دندون نداره. آخ حاجی دندون نداره. هسته داری حرومه یه من چی شد؟ تمومه. عضو کجاست؟ تمومه. وای ببین عظما برافروخته کجاش سوخته. ها ولی فقی بی اتم شد. هرچی سانتی ریفیو شد سایتی نداشت پلم شد. پلم شد پلم شد پلم شد پلم شد. حالا نفسش بریده. وای ببینین چی میگه. آقا شما ولی فقی مونی؟ نه این ولی فقی من نی. میای ولی فقی منشی؟ پس آن ولی فقی تان چی؟ پس اون ولی فقیتون کشک بیا. آخ که مقام عظما رو لهش و لبرده کردن. هیکل ناقصش رو باز بیمه روی پرده کردن. دست رو دلم نزار که این بیش واسه قانون نداره. چه تو آخه گازی بگیره شیخی که دندون نداره. آخ حاجی دندون نداره. ایشان و اوشان و کوشن چی؟ این روزا دیگه یه پامون تو کور. بریز اشک شور. حالا یکم رد شاپور. فوری فوری گیریم تو بد حالتی. نرسیدیم عاقبت به اون بمب لعنتی. سیدعلی وقتش ارتحال شی. مثل امام هندیمون آخر زده حال شی. راهی ترمینال شی.